در دوره سفر کاری رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید در شهر لوکند نخست از رفت جمع‌آوری میوه در باغ خواجگی دهقانی عبدالرحمن جامی دیده نمود. خواجگی 5.3 گکتار را تشکیل داده در آن باغ سیب و شفتالو بنیاد شده است. اطلاع داده شد که حاصل امسال قناعت بخش بوده. خواجگیداران با نظرداشت به طلبات بازار مطابق بودن صفت حاصل در فروش آن دشواری نکشیده از سر زمین حاصل را با نرخ دلخواه به سودا برآورده ایستادند. در برابر سهامداران خواجگی هنگام جمع‌آوری حاصل باغات تا 10 نفر ساکن محلی به کار موسمی جلب کرده شدند. رئیس ولایت به فعالیت باغداران بهای بلند داده برای استفاده ثمرناک زمین توصیه‌های سودمند داد. در دایره این سفر رئیس ولایت همچنین از پرورش زراعت‌های کشاورزی در گرمخانه جمعیت مسئولیت محدود ویتامین‌های تاجیکستان دیده نمود. گرمخانه در مساحت 2.5 گکتار زمین بنیاد گردیده در آن اساساً پامیدار و بادرینگ پرورش کرده می شود. پرورش سبزوات در گرمخانه‌ها یکی از سمت‌های فعالیت پرثمر کشاورزان در شهر لوکند بوده. این روند با استفاده از تجربه پیشقدم و جاری نمودن اصول‌های معاصر در استحصالات از جانب خواجگیداران عملی کرده می شود. همزمان ضمن بازدید از نشأونمای پخته در خواجگی دهقانی بابای اسکندر ابراز گردید که پخته همچون اشیای خام صنعتی در رشد ساحه صنعت مملکت نقش بزرگ دارد و همین است که همه سالت طبق دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان میدان کشتیان زیاد کرده می شود. مساحت عمومی خواجگی مذکور 6 گکتار را تشکیل داده حالا در زمین‌های آن نوع تخمی مایع کشت گردیده پخته نشأونمای خوب دارد. تأکید گردید که مسئولین و اهل کارمندان خواجگی با درک بلند مسئولیت شناسی جهت ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن قطعه‌های زمین در اختیار داشته کوشش‌های همه‌جانبه به خرج دهند. در جریان سفر کاری رئیس ولایت همچنین از کشت تکراری در خواجگی نهال پروری عبدالکریم بازدید نمود. مساحت عمومی خواجگی 3 گکتار را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع همه ساله در این خواجگی نهال پروری حدود 15-20 هزار نهال و 40 هزار گل بوته‌ها پرورش و به فروش گذاشته می‌شود. ضمن بازدید در گلخانه این خواجگی برای رئیس ولایت اطلاع داده شد که حالا بیشتر نوع‌های میرن، کلیون، پالما، یاس، فاتونیا و کامیلیا پرورش و به فروش گذاشته شده با نرخ‌های دسترس پیشنهاد خریداران می‌گردد. رئیس ولایت ضمن بازدید فعالیت ثمرناک خواجگی را در سمت استفاده عاقلانه زمین و تشکیل جای‌های کاری مثبت ارزیابی کرد. تاکید گردید که چنین تشبس‌های خواجگی‌ها در راه تامین با محصولات خودی و بالا بردن سطح زندگی اهالی اهمیتی کلان دارد. در دایره سفر کاری با اشتراک رئیس ولایت مراسم کشاده‌شوی مرحله دوم کارهای سیسمو اکتشافی لایحه باختر در شهر لوکند دایر گردید. قبل از آغاز کشاده‌شوی مرحله دوم لایحه نخست تکنیک‌ها و ظرفیت‌های این شرکت جمهوری مردمی چین به نمایش گذاشته شد. ضمن معرفی کارهای انجام یافته اطلاع داده شد که مرحله یکم لایحه مذکور سال 2008 آغاز گردیده در دایره آن تا به امروز کارهای جستجویی منطقوی، مگنیتا اکتشافی و سیسمو اکتشافی به انجام رسانیده شده تا امروز زیاده از 110 میلیون دلار صرف شده است. شرکت مذکور از سال 2024 به گذراندن کارهای اکتشافی گیافیزیکی مشغول شده. در سال 2024 کارهای مگنیتا اکتشافی و گروی اکتشافی را در حدود 15400 کیلومتر با مبلغ 7.4 میلیون دلار به انجام رسانیده است. همزمان با اشتراک رئیس ولایت و رهبریت شرکت‌های چینی در دایره آغاز بخشیدن فعالیت مرحله دوم کارهای سیسمو اکتشافی لایحه باختر مشورت دایر گردید. ضمن سخنرانی رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید اصرار داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان بهر رسیدن به هدف‌های استراتژیکی کشور از جمله صنعت کنونی با سرعت با استفاده از امکانات و اقتدارهای ولایت بهر بهتر نمودن ساحه نفت و گاز و به راه ماندن کارکرد آن با جلب سرمایه داخلی و خارجی تدبیرهای ضروری عملی نموده ایستاده است. ولایت خطلان دارای ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز میباشد که با استفاده ثمرناک و رشد انفراستراکچور صنعتی میتواند به رشد اقتصادیات کشور و تامین احتیاجات انرژتیکی داخلی مساعدت نماید. رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید به رهبریت شرکت‌های چینی جهت همکاری و مساعدت در تطبیق لایحه باختر اظهار منتداری بیان داشتند. ضمناً در اتاق نظارتی متخصصان چینی کارهای مهم انجام یافته شرکت و دورنمای مرحله دوم لایحه مذکور را معرفی نمودند. در انجام به گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند اقتصادی و جلب شرکت‌های چینی به روند صنعت کنونی با سرعت کشور اظهار هوسمندی کرده شد.